قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. اونجا تنها تلاوت نگفته که در یک خانه الله متعال که جای عبادت الله باشه، در اونجا کتاب الله بیان شوه، تنها تلاوت شوه. گفته و یتدارسونه بینهم. اصلی مقصد جمع شدن در اون جایی که خانه عبادت الله است، اصلی مقصدش تدارس است. تدارس میگه یکی با دیگه درس دادن. الله اکبر. قرآن اینطور بحری عمیق است. از یک گوشه تو چیزی علم از قرآن آموخته، از یک گوشه ما یکی با دیگه شریک بسازیم. ما به تو بگویم، تو برای ما که معلومات کافی از قرآن کریم بر انسان حاصل شود. این فضیلت وقتی میشه که تدارس موجود باشه. و چقدر زیبا پیغمبر میگه الا نزلت علیهم الرحمه. کسی که اینطور حالت اختیار میکنه، جمع میشه برای ذکر تلاوت کتاب الله و تدارس شوه، رحمت الله نازل میشه. و غشیت الا نزلت علیهم السکینه. آرامش و اطمینان به سر انسان نازل میشه. و غشیتهم الرحمه. رحمت الله انسان میپیچانه. و حفتهم الملائکه. اینطور مردمان را ملائک گرد و برش استقبال و پذیرایی میکنه. میدانی که امروز اگر ما و شما در اینجا که الله متعال صاحبی هتل، اول دعای هدایت برش میکنیم که الله هدایت درست برش نصیب کنه. او شاید بسیار خفه شود که مولوی صاحب بر ما طلب هدایت کرده است. هدایت واره نعمت بزرگی وجود نداره. از همون خاطر در هر رکعت نماز ما و شما اهدینا الصراط المستقیم میگیم. و بعد از او الله متعال برش توفیق بده که در این صحنه که ترجمه قرآن کریم صورت گرفته آینده اینجا سازنده رقص نکنه انشاءالله. الله در قلبشان بندازه. امکان داره انشاءالله که ترجمه قرآن کریم انقلاب عظیمه در صاحبای هتل هم بیاره. سری اصل مقصد دنیا بدانن که چی به درد میخوره. و این درس قرآن کریم برشان انشاءالله یک تنبیه بزرگ باشه و سبب تذکیر و نصیحت بزرگ باشه انشاءالله. دوستا سر ما انتقاد هم میکردن که مولوی صاحب اونجا خود رقص شده. ما میگیم تو باش که همین زمین بیچاره الله متعال که سرش رقص شده، امروز سرش درس قرآن شوه انشاءالله. و این زمین یک روز اگر شاهدی بالای رقاصا بده، سر ما و شما شاهدی درس قرآن بده انشاءالله. این زمین هم زمین الله متعال است. خود زمین گناه نداره، گناه از ما و توسته که کدام عمل دیش انجام میدیم. و این آغازگر باشه انشاءالله. صاحبای هتلای دیگه ما هم امی قدر درک بکنه که کل عمر جمع کردیم یک روز فشار بالا رفته ناگهان مرگ میآید و خبرم نمیکنه. موقع توبه هم برات نمیده که باز بگویی که توبه سابقا چی کردیم. چرا که حالی مرگا دیگه رقم شده، یا انفجارات است یا بگویی مرگای ناگهانی حالی خیلی زیاد است. ناگهانی برش نمیگیم به تقدیر الله متعال، خو لیکن فرصت به کسی نمیده برای توبه کردن. از او خاطر تنبیه بزرگ است انشاءالله که صاحبای هتل و هر دوست مسلمانی ما که در هر جای است که و مرتکب بعضی کارهای خلاف شرع میشن، یک کمی بیدار شوند و بدانند که دنیا محل بقا نیست. یک روز از اینجا رفته نیستیم ولی جواب داده نیستیم. چه رقم جواب بدیم؟ آدم خیلی روی سر نشسته باشه، هتل جور کرده بودی چی کردی؟ جواب بگویا که رقاصا داشت رقصانید. او جا باز هتل والا گفته نمیتونه که من خونه آوردم، صاحب توی آورده بود. تو هتل برش تیار کردی نه؟ تو برش زمینه را مساعد کرده بودی. خب است که در جواب بگویا که یا الله برای محبت کتاب تو یک ماه رمضان مبارک به هتل در اختیار ترجمه قرآن کریم گذاشته بودم. الله برش قبول کنه و الله تغییر و انقلاب بزرگ در وجودشان بیاره و الله برشان توفیق زیاد نصیب بکنه برای خدمت دین. انشاءالله دعا را ما کل ما برش از صمیم قلب اخلاص میکنیم نه انشاءالله میکنیم انشاءالله. دیگه اول حق قرآن کریم ایمان به کتاب الله بود که ما به قرآن ایمان داشته باشیم. ایمان به قرآن ایمان تفصیلی است. هر حکم جزئی قرآن کریم ما باید عقیده داشته باشیم. اگر یک حکم جزئی قرآن کریم ما انکار بکنیم، نعوذ بالله کافر میشیم.
هر قدر اعمال نیک انجام بدیم هیچ به درد ما نمیخوره. اگر در بین مردای ما یکیش بگویه که ما خو غریب مردم هستیم، منفعتی زیاد به دست آورده نمیتاریم، قرآن کریم که کدام سود حرام کرده امی بجای نیست، نعوذ بالله. امی قدر بگویه. چی بگویه؟ بگویه که کدام حرمت برای سود قرآن بیان کرده امی بجای نیست. مرد بگویه یا زن بگویه این آدم چی میشه؟ کافر میشه. هر قدر اعمال نیک انجام بده پای در هوا است، هوا منصوراست، هیچ چیز به دستش نمیاد. یک حکم قرآن کریمه. اگه یک خواهر بخیزه و بگویه در اینطور گرمی هم الله بیکار مانده، نعوذ بالله، سر ما حجاب فرض کرده، امیر کاری نامناسب کرده، ای زن مسلمان باقی میمانه یا کافر؟ کافر میشه. به خاطر که نسبت جهالت یا نعوذ بالله عدم حکمت الله را به الله میکنه که الله حکیم ذات نیست، کارای نامناسب میکنه نعوذ بالله. از او خاطر مسلمانای ما بسیار مردم به صدها مرتبه کافر میشه. اینطور کلمات از دهنشان برآمده. وقتی برش میگی بیا نماز بخوان، گفت نماز از چیست؟ کاری بیکاراست، نعوذ بالله. این کلمه چی است؟ این کافر است. نماز کاری بیکارا کلمه کفر است، نعوذ بالله. چرا توهین میکنی به الله متعال؟ یعنی ما خو مصروف هستیم، مشغول هستیم. اگر ما را در اینطور موقع الله امر به نماز میکنه پس الله خیلی کاری نامناسب کرده، نعوذ بالله. این ملت ما بیچاره آشنایی نداره که کتاب الله چه قسم عقیده سرش داشته باشیم. خوش هستیم پشت داده بریم بوسه کنیم شه، حالان که قرآن سر ما اول حقی داره، ایمان است. والذین یؤمنون بما انزل الیک. در جمله متقین صفاتش الله بیان میکنه کسایی که ایمان داره با آن چیزی که سر تو نازل کرده شده. در قرآن کریم یک حکم چی است؟ شکار مباح بودن. اگر کسی از احرام فارغ میشه، تمام مراسم حج و عمره را تکمیل میکنه، از احرام خلاص شد، حال شکار کردن برش مباح است. اگر یک آدم بگوید که امی حکم شکار مباح کردن الله نعوذ بالله بیجا کرده، به خاطر از اینکه او یک زنده جان است، چرا او زنده جان ما قتل کنه؟ باز خصوصا که اینی قدر گنجشککی خورد، از او چی جور میشه جان از او را بگیریم؟ یا آدم مسلمان باقی بمانه یا کافر؟ کافر میشه. چرا؟ قرآن برات مباح ساخته، تو از حکم قرآن منکر میشی، نعوذ بالله. از او خاطر دوستا چقدر دقیق است در زندگی انسانی، چقدر مهم است که ما با قرآن و عقیده به قرآن بدانیم که سری قرآن چه قسم عقیده داشته باشیم. آیا تشریح شده در کل زندگی ما؟ برای ما تشریح شده که سری قرآن چه قسم عقیده داشته باشیم؟ نشده. بس کتاب از قرآن از فضیلت داره، خوانده برو تلاوت بکن، حالان که حق اولی شما که ایمان به قرآن است سوره نمیدانیم. حق دومیش تلاوت درست است. الحمدلله یک کمی در این سالها و در این عصر فعلی ما قاریا خیلی زیاد شده، خصوصا در کابل. هر مسجد که بری ماشاءالله دارالحفاظ است، هر مدرسه است، قاری صاحباست. حالی خوبی را چی میکنی؟ مردما پشت مقامات میره، مقامات. یک توصیه را اینجا براتان میکنم، خب وقتتان ضایع نکنی. اگر کسی واقعا وقتی زیاد داشته باشه پشت قرائت سبعه و عشره خود بروه، لیکن ما اینطور فرصت نداریم که کل عمر خود بگویه ده مالک یوم الدین و ده ملک یوم الدین و ملک یوم الدین چندین قرائت بخوانیم. وقتی از این است. وقت فهمیدن کتاب الله متعال است، عمل کردن کتاب الله متعال است، نه وقتی از این که قرائت ها را چند قسم خوانده بتانیم. اما یک قسم که میخوانیم الله برای ما اجر میده، اگر دوم قسم بخوانیم چند اجر زیاد میکنه؟ میکنه زیاد؟ نمیکنه، ضرورت برش نیسته. تلاوت درست الحمدلله قاری صاحبا زیاد شده. اطفال خود که ما روان میکنیم با مجردی که الف با را برش تلفظ میکنه درس میده، مکمل تلفظ درست میشه. دیگه رعایت قوانین تجوید امری ضروری نیست که پر خواندن و باری خواندن کدام امری فرض یا واجب باشه.
یک مستحب کار است. ما کلی عمر خدا هر برادر که سعی میکنی در مدرسه حفظ روان است، چند سالت میشه؟ 13 سال، 12 سال، 8 سال، 9 سال. چی میکنی؟ تجوید میخوانم. چی میکنی؟ تجوید میخوانم. مردکه تفسیر بخوان، تجوید میخوانی، تلفظ درست قرآن یاد داری، خو یاد بگیره. از او خاطر اینجا نه افراط میکنیم نه تفرید. نه 10 سال خود در تجوید کدام درس 1 ساله نیست. تجوید 1 ماه، درس 1 ماه است. شما بار بالله بکنی از 1 ماه اضافه نیست. یک مشق و تمرینش 1-2 بار در بر بگیره که تلفظ درست بکنی، دیگه وقت او ضایع کردن به کار نیست. اما امروز آنقدر استغراق در او شده که مردم ها 4 سال و 5 سال در مدرسه حفظ رفته رایسته، میگه ما تجوید خوانده رایستیم. نکنیم. تلاوت درست قرآن کریم حق قرآن است، اما با این سیستم نیکی قدر وقت در ضایع کنیم. ولی این طورام نیسته که ملا صاحبای ما وقتی که داد تلفظ میکنه یکیش میگه ولن دوالین، نون دال واو الف، دیگهش میگه ولغ و دوالین، غین دال واو الف. اینطوری میکنه. نه، تلفظ درست حروف باید بدانه. و الحمدلله عالی امی زمینه خوب مساعد است. کوشش کنیم اولادای خود برش قریب بگیریم. در مسجدی که ملا صاحب است تنها سری ملا صاحب اکتفا نکنه، برای درس اطفال خرد بعد قاری خامخا در هر مسجد ضروری است. قاری که تلفظ درست داره، تمرین کرده میتونه، بسیار ضروری است که اولاد خود پیش از او بمانیم، پیش ملا صاحبا نه ملا صاحبا را بگذاره. به این خاطر که قرآن کریم همیشه درست نخوانده. زمان سابق خو بیخی حالت خراب بود.